اینم نشد که ریدم. چی شده؟ ویدیو یوتیوب هم آپلود کردم، 18 تا دونه ویو گرفت. فکر میکردم کلی بازدید میگیره. منظورت اولین ویدیو چنلته؟ خواستی با اولین ویدیو کلا یوتیوب زیر رو کنی. من کلی انرژی گذاشتم واسش، خیر سرم گفتم یه ویدیو خفن بدم بیرون. اگه به جای چند ماه زمان گذاشتن زودتر شروع کرده بودی میفهمیدی خیلی زوده بخوای با یه ویدیو موفق شی. نه فکر میکنم آدمش نیستم، باید بی خیالش. میدونم چه حس گندی داری، ولی سخت این کار شروع کردم که انجام بدم. باشه برو ویدیو دومتو بساز، بهش فکر نکن. سلام به چنل اضافه گو، خوش اومدین با ویدیو شکست. چه شکستی؟ شکست ویدیو اول. امیدوارم ویدیو اولمو ندیده باشین. البته کلا 18 تا ویو خورد، 2 تاش هم خودم بودم. امیدوارم به اون 16 تا اینقدر سخت نگذشته باشه و سریع ردش کرده باشه. ویدیو اولم فکر کنم خیلی خفن شه ولی نشد. ویدیو دوم بهتون زدم همینه و فعلا در آینده هر کاری که دارم میکنم فکر کنم خفن نمیشه. چرا فکر میکنیم خفن میشه؟ چون کلی انرژی میذاریم، وقت میذاریم. به قول کی؟ به قول خودم فکر میکردم خیلی ویدیو خفن میشه ولی نشد. حالا بعد ویدیو اولم یه چیز اومد این تو. قبل شروع کردنم هم بودا ولی این دفعه یک کلمه دیگه بهش اضافه شد. قبل اینکه شروع کنم همیشه تو ذهنم بود اهل این کارا نیستی، نکن، مرد این میدون نیستی به قولی. ولی الان تو ذهنم همین جمله دوباره اومد با یک کلمه دیدی. مغزم الان یه دونه استناد داره به خاطر ویدیو اولم. میگه دیدی مال این حرفا نیستی. متاسفانه بعد هر شکستی ذهنمون میخواد یه جوری خودمون رو توجیه کنیم که ما اهل این حرفا نیستیم و اهل این کارا نیستیم و بیخیالشیم بریم. این سختی و دردش رو زودتر ول کنیم و تا به منطقه امن خودمون برسیم. ولی شکست همیشه مهر پایانی به کارهای ماه. این هر وقت شکست میخوریم با همه چی رو ول کنیم و بریم سراغ کارهای قبلیمون. اسمش به نظرم شکسته، تو ذهن ما شکسته، ولی فکر نمی‌کنم بیرون اینطوری باشه. میشه بهش فقط گفت یه اشتباه کوچیک که باید ازش درس که یه ذره خیلی نصیحت‌گونه است. باید ازش یه چیزایی یاد بگیریم که بعدها تجربه بشه و این اشتباه دیگه نکنیم، کمتر کنیم، باعث بهبودمون بشه. ویدیو دومم با نینتندو دارم بازی میکنم. امیدوارم از بازیام خسته نشین. البته زیاد رو گیم پلی بازی الان تمرکز ندارم، همین که حالا جلوی دوربینا رو صحبت میکنم. خیلی این دفعه با بازی دانجی کاین شروع میکنیم. همیشه این شکسته تو ذهن ماه. گفتم 90% وقتا ما فکر میکنیم باختیم وگرنه اصلا باختی وجود نداره. یه اشتباه بوده. همین که ما داریم میبازیم یه جورایی، یعنی داریم حرکت میبازیم که نه، الان تو بازی بودم، بسته به بازی بود. الان بعد ویدیو اولم فکر میکنم همه چی تموم شد دیگه نمیتونم. حتی قبل این ویدیو فکرشو میکردم ولی فکر اشتباهیه، چون شکستی در واقع نیست. ما مثل بازی خیلی چیزا رو امتحان میکنیم و واسه بازی هم میمیریم، شکست میخوریم، باس فایت رو نمیتونیم رد کنیم، میافتیم توی مذابا ولی میفهمیم که نباید بیافتیم توی مذابا، دوباره ادامه میدیم. کسی فکر نکنم توی بازی با یه بار مردن یا باختن بازی رو ول بکنه و بگه بی خیال من این بازی رو نمیکنم. اتفاقا بعضی موقع تو این گیمرها دیده باشید جری میشن، بدتر میگن این بازی ما تا ته برم. اینجا باید چیکار کنی؟ اینو پرت کردیم به اونور ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. آره داشتم میگفتم بدتر تو این بازی جری میشی که تمومش کنی، نه اینکه بخوای ولش کنی. شکست خوردن یه جور خودش نشونه اینه که این نشونه راهنماه، نه اعلام خطر که بخوای فکر بکنی تموم شد. اتفاقا نشون میده که من دارم یه راهی رو حرکت توش میکنم و انجامش میدم. باخت واسه پلیراست، واسه کسی که دارن بازی میکنن، دارن یه کاری انجام میدن. کسی که نه برنده میشه نه بازنده یعنی هیچ کاری انجام نمیده، بیرون گود نشسته داره تشویق میکنه. تا ضربه تای حالت تشویقتون نره، لایک و سابسکرایبتون واسه حمایت و دلخوشی از من میشه که دیگه واسه ویدیو اول اینطوری
حس بدی نداشته باشم. البته یه حمایت میشه یه بازی خفن‌تر بیارم. اینجا اومدم یه جایی که من چند وقت اینو بازی نکردم، واسه یادم رفته باید چیکار کنم. فعلا یادمه که با یخو میتونم این چیزا رو مزاوا رد کنم. سعی میکنم گیم پلی رو بعداً بهتر کنم. فعلا تو ویدیو اول اینو به من زیاد سخت نگیرید، بعدها بهترش خواهم کرد. خودمو برگردونم اینجا. داشتم میگفتم شکست بازخورد اینه که این کار من اینجا جواب نداد، نه اینکه من آدم این کار نیستم. فعلا بعضی موقع میبینید یکی 10 سال دیگه کاری میکنه و اشتباه. شاید بالاخره باید به این نتیجه برسیم که این شکست نشونه اینه که واقعا شاید ما آدم این کار نباشه، ولی نه به این زودیا. بیشتر به این باید نگاهش کنیم که فعلا یه چیزی کار نکرد. باید چک کنم، ویدیو اولمو برم ببینم. خودم البته تحمل نمیکنم، حوصله‌ام سر میره، اینقدر بی انرژی و بی روح بود. ولی باید برم ببینم مشکل چی بوده که بعداً بتونم حلش کنم. شکست یه جور نشونه است، یه جور راهنماه. نباید انقدر زود ازش رد شیم. گیم پلی رو من عوض میکنم. زود ناامید نشید، کارتون رو زود ول نکنید. بعد اینکه شروع کردید حتما ادامه بدید. ادامه. شکست نشونه خوبیه، یعنی دارید حرکت میکنید. پس هیچ وقت ولش نکن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی تا اینجا منو دیدین. حتما واسم کامنت کنید از شکستایی که داشتید. تو ویدیو قبلی زیاد نگاه نکردم کامنت کنم. حداقل یه 2 تا کامنت هم برام بذارید ممنون میشم.